کسی زن داره در سرش که توصیه میتیم که دیگه نگیره. زن دیم سیم یعنی که برای کی من درست بفهمی ما یعنی گپ در شطرنج نیست قاری جان. پروستو متاسفانه بسیار بچهای ما برای نفس میگیرن ها، میگن از برای خدا همین یک هفته دو هفته یا ماه دو ماه زندگی میکنن، بعد کمک یگان قرضدار میشن، یا که یا زندگی زورش میازن یکم میجخه یا که مشکلات دو طرفه میجخن. بعد میبینی خواهر به شکم میدمش بسیار هستند میآیند در مسکو هم بسیار دیدگیم در مسکو میآیند دختری بیچاره را میگیرن و دختر پاتین داره جای کار داره خچو انا زنی من با ناموسم باید ناموسی من کار نکنه ای کار میموننش پاتینش پلاتید نمیکنه در خونه میشوننش بعد زنش درک میوه یا که بعد میزنه و دختر طلاق میکنه با شکم میدم یا که پاتین هم دختر میسوزه یا که حیات هم دختر جزیره آباد میشه. یا بار دختر صاحب یک گودک بدر خونه اکاو دادرش اومدگی بعد با همون دوباره غمی همون خواهر جدا میکنن، یعنی زیادتر میکنن، توقع نمیکنن. 99 از 10% همین بچهای مسکو را در نظر دارو، یعنی که با هستن با در بین این خواهرها با تعریف تو نکنم یعنی تنقیح تو درسترش با خواهرای هستن که بچهای یاش استفاده میبرن. بچهای توله هم که زن نگرفتگیان چیکار میکنن؟ میان اون بچه‌ها را میگیرن، اگر خیلی استفاده میبرن بچه‌ها رو سموشون میخرن، سیلشون میگیرن و بعد و گپ خبر میکنم. من هست ویدیوش در تلفن من هست، میان با کارخونه با جنگ جنجال و بعد دیگه سودکشک و انا بلاگرها انا پارتوی سوم نگرفت در وقتش میتیان شو. با هم خاطر من هر چه که دیدم همون از پرکتیک خوری خودم گفته شدم. اینجا بچه‌ها خنده شدن مردم چه که دیدم از باره خود دیده گفته شدم که هست هم خیلی در حقیقتا خواهرها را باش کم یا دو گودک شوهر یکم شب بود یا تا گایش میشه میپرتویش یا بهونه گفته جنگ کرده ایوای جدا میشوده میگه کی چیه الله حول ولا قوت نشید یگون گناه را میکنه. همین گناه زن ده چیز است خدا نشونه که یگون خواهر مقصد یا که همو خانشکی باید کنه یا که دزدی کنه ده چیزی نبخشیدنی است. اصلا نیست باید شمشونی الله هدایت میکنه.